سلام بچه، چطورید؟ اومدیم با یه ویدیو دیگه. بازم انتقام دختر رو گرفتم. این انتقام پسر رو دختر گرفتم. بعدش همین که مثلا یه اون موقع که گرفته بودم بازیکن رو این دفعه گفتش یکی از دوستان گفتش نه من یه دختری میشناسم خیلی بازیش خوبه، منو برده. نمیدونم چون دیدیم گفت بازیش خوبه، من اصلا موندم. ولی کلی اختلاف ببین، مثلا آخرش کلی زدمش. خب آخرش کلی زدم. بعدش اینجا خیلی پرو بود. چرا آتیشی کشیدی؟ چرا کتک کشید؟ منم کتک کشیدم که تازه بسایت بیام کتک کشید. خودش نه باسم منوی. خدافز عزیزم.